درباره امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان که بسیاری ها از اینها دفاع میکنند شب و روز، امام علی رحمانوف یک طاغوت است، کافر است، بیدین است، با کفار یهود و نصارا هم پیمان و دوست است. آزادانه کسی نمیتونه که توحید را بیان بکنه، سنت را بیان بکنه، مطابق توحید و سنت زندگی بکند. هر کسی اگر مطابق توحید و سنت زندگی بکند او جانش در خطر است. دلیل این که امام علی رحمانوف طاغوت و کافر هستند این آیه قرآن کریم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتوله منكم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مسلمانان، یهود و نصارا را دوست نگیرید، همراهشان هم پیمان نشوید. اگر آنها را دوست گرفتید و با آنها هم پیمان شدید شما از جمله آنها هستید، یعنی شما کافر هستید. به همین دلیل اینها به این آیت کافر هستند، در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، با طاغوت کافر شوید و بعداً به الله ایمان دارید. امام علی رحمانوف یک طاغوت بسیار بزرگ است. کشور تاجیکستان یک کشور طاغوتی است و هر کسی که مدافع امام علی رحمانوف همه اینها کافر مرتد هستند. با وجه کلمه خواندن از اسلام میبرند، چرا که تابع دشمن الله هستند. روزش برش بدرد نمیخورد، نمازش نمیخورد، زکاتش نمیخورد، حجش نمیکنه. هر چی که خود را مسلمان بگیره، شب و روز کلمه بخونه، اما مدافع طاغوت باشه، از طاغوت دفاع بکنه، از طاغوت اطاعت بکنه، اینها چی هستند؟ همش کافر هستند. اینها هیچ عذری ندارند. عذر زمانی میتونستن اینها داشته باشند که طفل بوده باشند، دیوانه بوده باشند و همچنان تازه به اسلام آمده باشند و از اسلام خبری نداشته باشند، واقعا جهل داشتند. اما اینها هیچ عذری در مقابل الله ندارند. در کشور تاجیکستان شما هیچ کسی را نمیبینید که یک اجاب شرعی را به خود انجام بده، اجاب بکنه. از توحید، از طاغوت، از شرک و کفر، از سنت رسول الله حرف بزنید، تو را تروریست گفته میبرند و بندی میکنند و بالاخره از بین میبرند. هم پیمانان کفار هستند، هم پیمانان یهود و نصارا هستند، دوستان یهود و نصارا هستند. با آنها در یک میز میشینند، اختلاط میکنند، علیه مسلمانان نقشه میگیرند، مسلمانان را در هر جای سرکوب میکنند، چی در فلسطین، چی در عراق، چی در موصل، چی در میانمار نقشه میگیرند با کفار. اینها طاغوت هستند.